آقا قایمش کنم بگم من معتاد نیستم. اگه بکشم نه مال تو رو میکشم، نه مثال میگم، نه مال موجی رو میکشم، نه مال شاهرخ رو میکشم، مال خودم. ولی خب معتادم میشم میگم معتادم، اینقدر موجی خودشو مالشو دارم. نمیده به تو. کلا میگم سال، داشت مال ولی من اینقدر خواهشو کشیدنی دارم که نیستش، معتاد ولی باشم میگم آره آقا من تریاکیم، تریاک میکشم. من این روزم اومدم بالا، خب اگه مال واقعا اومدم شاهرخ عاشق هم اومدم تریاکی نمیتونی، نیستی دوره. چرا انقدر به سال سر یه خورده؟ دقیقه وایسا بابا دارم چرا گو انقدر به میکنم سر سال. خورده حالا؟ بذار صحبت کنه، بذار صحبت نه کنه بعد بخور نگاه گوه کن، برو نگاه کن نایت بگو. بند نخورده. خب من اون روزی اومدم بالا با رفیقا رفتیم بیرون نشستیم، آره من نشستم با رفیقا نشستیم کشیدیم، نمیگم نکشیدم، ولی خب برگشتی گفتیم مثلا معتاد من بهش اعتماد نمیکنم و این حرفا. من اگه معتاد باشم میگم آره انقدر خویش رو دارم میگم آره معتادم آقا تریاک میکشم. کی همچه حرفی کلا زده؟ میگم بکش داداش بکش، نوش جونت بکش. باش. میشه؟ صادقم خب چرا سفره به نه داره. سر یه خورده چیزی خب؟ من شما فقط با هم میاد بر غیبت ها رو نخورده، میگه. نگاه کن یه چیز بهت بگم، من اصلا برام مهم نیست، منم اولش هم گفتم برای من مهم نیست کسی بفهمه مثلا من معتادم یا پاکم، برای من مهم شارخ نیست. کجا خب رفت؟ بنزین دارم شارخ میزنم. کجا رفت؟ بنزین. الان ناهید بحث انداخته میگه شاهرخ کجا به رفت. خدا بهتری عشق و حال میکنی، بچست تریاکو بکش حال کن. برو اصلا به این حرف هیچ کس هم گوش نکنه. بزن شارخ نه بزن اوکی. محمد یه چیزی بهت بگم، من تفریحی مثلا با شارخ رفیقام میریم بحث بیرون. انداخت. خب؟ رازی شارخ بحث انداخت نه خودشو. من شارخ بحث نمی‌کنم. من شارخ بهم گفت، من حقیقت گفتم نهایی اگه سر اینه برگشته گفته بهش اعتماد ندارم و مثلا تریاک می‌کشه و از خب این باشه حرفا. چرا به من توضیح میدی؟ به من چه ربطی داره؟ تفریح میزنی هر روز میزنی، به من چه ربطی داره تو؟ ساده. تو این حرف به خودتو من چه ربطی میزنی. داره؟ تفریح میزنی هر روز میزنی، دیروز درمیون میزنی، به من چه ارتباطی داره؟ حتما دوستت نه داره که داره به توضیح بس میده. کنی نگاه معتادت کن هم میکنن ساده. بحثم سر اینه، وقتی نمیدونی من معتادم یا نه پیش شاهرخ نرو بگو سارا معتادی نمیتونم بهش اعتماد کنم. آقا ای اینم دیگه به رفتی درد خاطر تو دلشو میخواد با ترک شارخ کنه دیگه. کرده دیگه، اشکال لامصب نداره. چرا خرابش میکنی نهی؟ من به شاروخ گفتم. نه نهی الان گفته. آره، حالا اشکال جان نداره، یه درد دلی رفته کرده دیگه. خاطر تو میخواد بذاره کنار نهی، لامصب خرابش نکن دیگه. چرا خرابش میکنی گرد میزنی تو همه چی؟ نه آخه من نمیدونم داغ کرده اومده بالا این حرفا رو میزنه. نوش جانتان، گوارای وجودت. ساده وقتی هر روز عاشق میشی همین دستم میشه ساده. نه بابا نازی با خدا من سر این دیگه غلط بکنم عاشق میشم، والا فردا پس فردا میگم علکی معتادم. نگو پس فردا دوباره آری میگی گفت عاشق آری. نهیدم عاشق نهیده نی نی نی. آدم شده زدیم 4 تا لاستیکو. میدونم چی لاستیکا پرباد. شارو جونم نهی جون. شارو نه جونم صادق. نهی. چرا میری منو تنها میذاری؟ و ببخشید الان نهی صادق عشقم 2 ساعت داره باید شرمنده. صحبت فلسفی از زندگیش میکنه، نهی تا یه رو دیگه با تو دیگه نمیرم خاطر جمع. ناهید یعنی ما به تخمتم نبودیم. یعنی معذورت ببخشید جون این چه ولی نسبت به حرفیه؟ نه منظورم اینه که دیوار صحبت میکرد دو میای ساعته حرفو میندازی با ساده بعد میری. آقا نه تکلیفش رو دورت روشن جون به کن دیگه، خدا. همینجا داشتم تکلیفش لاستیکا رو یه رو بار باید برای میزدم همیشه نهی. روشن کن که این قضیه کش پیدا نکنه آقا. دستام هم سیاه شد نهی. نقل لاستیکا رو باید زدم. میبینی؟ چی شده؟ دستم سیاه شد لاستیکا رو باید کردم. محمد کجا میری؟ محمد سلام. چی شده؟ بابا میگم دستم سیاه شد محمد رفتم مهدی لاستیکا رو باید احساس کردم. صدا میکنم میاد بچه‌مه. نهی؟ مشتبه چی رو مشخص کنم؟ جان میگم هیچی، میگم تکلیف صادق رو روشن کن همینجا، آدیداس. همون شه بره دیگه.
به خاطر این بحث صادق باسیت دیگه، درسته یا نه؟ حالا بلا من نمیدونم این تو به من هر روز پیام میدی، نمیدونم به این من با صادق تکلیفی ندارم که تکلیفم چه مشخصه. آبزار قشنگی. من با صادق تکلیفی ندارم مشتبه. الان صادق چیه داشت؟ تمام یا نه؟ بگو هر صحبت سخن هرچی هست ادامه دار نشین. نه ماجی من دیگه برام مهم نیست لایک. بابا تو ما رو آجادش گاییدی، تو ما رو دهن ما رو گاییدی و از من میگه مهم نیست. برام مهم نیست. نگاه کن وایسا چون ما کردی در نمیاری بعد میگه برام مهم نیست. بابا وایسا آدم گوشو بخور اینم از گسته. وایسا آدم حرفشو بزنه. چی داری میگی؟ 100 بار بهش گفتم دیگه، وقتی گفتم دیگه چی دیگه؟ صدا میاد؟ داداش صدات خیلی کمه ولی هست. داداش الان میاد. چی شده؟ این اشکان عجب آدم کونکشیه. این دختره بود ساره اصفهانی، بهش گفتم برو باش رفیق شو. خب رفتم منو پیش دختره برده، الان داره دختره پیغام میده پشت فرمونم هستم. میگه چرا رفتی؟ میگه شما دهنش دارید حاجی، آبر حیثیت میبره این حاجی. شما آدم جاکشیه این داداش. چقدر این بالا بود؟ یه رو 20 دقیقه اینجا بود حاجی، 2 تا دخترها گفتن آقا به ما پیوی داده. عجب کسکشی. چه کار کسته 2 دقیقه آدم نمیشه. پیوی منم اومد. جاکش دنیوس. یه دونه عکس خودش می‌فرسته. عجب کسکشی. میگه شما اجازه گرفتی از من آقای سلیمی، شماره منو دادی به این آقای بزرگ نمیشه حاجی میاد. آره میگه شما از من اجازه گرفتی آقای سلیمی، شماره منو به هر ننه غمبری دادی. آخ داشت نباید چیزش کنی، نباید بهش پا بدیم. آدم بشو نیستش داشت. یه مصطفی یه آدمی که مثلا نمیفهمه دیگه مشکل من نیست که. میدونم تو الان تو جلو جمع من کار نداشته باش. آره تو جلو جمع بگو جا به هرچی هست من همونجا قفلش میکنم، کاری نباشه من قفلش میکنم. اوکی. آخه این ابلهه مثلا فکر میکنه آقا چه میدونم ما از جانب خودمون مثلا میام به این چیزی میگم. بابا من اینقدر میرم بهش فقط باش سرد رفتار میکنم، یعنی متوجه نمیشه واقعا. مثلا سلام به خدا از انسانیت بهش سلام میدم. میدونم آقا میدونم. تو چند بار به من گفتی آقا به این بگو رو من ریپ نزنه؟ چند بار گفتی؟ بله. خب دیگه منم هر چند باری که تو گفتی منم بهش گفتم. دختره دلش شکست. میدونی چی نوشته برای من؟ کهنه تو گویدم پیام های دیروز صادق میگه پیغامات به صادق. دختره بیچاره دلش شکسته، میگه چرا شماره منو دادی به اشکان، چرا این کارو کردی؟ چه آدم جاکشی. من گفتم از تنهایی در بیاد رفیق باشه، آبروی ما رو برد بی‌ناموس. ناهیدم حاجی حواسش نبود. حالا این گفت چی من که بس شارو گفتم